ҳамчун партовҳо истода буд, мо тоза када ҳаминҷои корткар када ҳамин парнику сони боғ кадагӣ. این قطعه زمین در ناحیه باباجان غفورов در ولایت سوخت باعث به بحث بیش از 10 عائله با مقامات محلی گشته است. یکی از دعواگران رحیمجان ابراهیموف است. و بیش از 30 سال باز در این زمینی به گفتهش یک زمان بیکار خوابیده لیمو و زراعت‌های دیگر می‌پرورد و از این حساب قسمی درآمد عائله را می‌یابد. مقامات حدود 1 سال پیش از او طلب کردند که زمین را خالی کند چون در جایش بینای استقامتی خواهند ساخت. мо огоҳӣ карданд ки ҳамихел замин диккас гифтагӣ уже қарораш биромдагӣ мо ябо прокуратура муроҷиат кардагӣ будем, прокуратура эътироз додагӣ буд ва бо азиги ваҳо қарорашона бо азиги барқарор карданд ваҳо уже сертификату ваҳошона гифтосиям. شیرازخوجه کاملوف ساکن دهه آبشاران در ناحیه باباجان غفورov نیز با همین دشواری روبرو است. اینجا سانخلاق بود، موسورپتا بود، این همه همینجا خداوندی پدر ماشین یک چند ماشین گفتیم اینجا خاک رو باید پاتفتیم اینجا آباد کردگی. همین تولد خودم 86 من 4 ساله بودم. من همین 40 سال شده 40 سال ایسی من همینجا کلانش تا این باغوه هم باغوه این پدر کرده موندگی. اگه باغ به سوی پیدا شده میگن که درخت غلطونده اینجا خانه همین زمان کتیجه همین زمان میسازیم میگن. اکثر این خانواده ها میگویند برای استفاده زمین با مقامات محلی قرارداد دارند و طبق قانون به رضایت آنها کسی نمیتواند زمین ها را با مقصد دیگر از جمله بنیاد خانه استفاده برد. بعضی از این حجت ها را رادیوی آزادی هم دید. جماعت ما قرار کردند договор کردند زمین نالوگش میسپاریم. گفتن که обче کار کنید. اولینده 5 سال آنالوگ آزاد بودیم. من کیم پارنیک کرد، کیم درختای 24 ساله کرد، کیم обче کاری کرد. همین همین سالیسی استفاده میبریم. هر یک درنده 3 تا 4 تا پسرشان های یا دخترشان های. من شخصا خودم 4 بچه‌م 4 کلین دامادم 8 کس من کامپیرم 10 کس 10 تا نیورم 20 کسیم 10 در رنده 200 تا آدمش های که همینجا بهره میبریم. به نقل ساکنان رئیس سابق ناحیه باباجان غفورov سال گذشته همه این قطعه ها را به نام شهروند کمال روزیوف گذرانده است. کوشش های ما برای گرفتن نظر او تا این دم نتیجه نداد. مقامات محلی نیز با دلیل آنکه قضیه را دادگاه حل خواهد کرد شرح ندادند. دعواگران تاکنون به مقامات حفظ حقوق مراجعت کردند. دادستانی در سند گفته است از پهلوی این زمین جویبار عظیم می‌گذرد و خوف آمدن سیل وجود دارد. آنجا نزدیک 40 سال زندگی میکنه. اگر که همینجا ساختمان اگر اجازه میتیان کو ما خودمون ساختمانش میکنیم این جاهایی که صدمه باشد ما اینو بیتون کده روس میکنیم ما اینو خودیر میسا خودمون خودیر ما هیچ کس محتاج نه یک کسی بیگانه آمده ما اینجا پیشی ما کته ساختن ما خودمون محتاج زمین برای من 4 فرزند من دارم 3 فرزند اکام داره هر یکی وهاب نیوره دار شده اکام هم نیوره دار منم نیوره دار با زمین ما خودمون زمین محتاج. مسئولان اداره زمینی ناحیه باباجان غفورov به ساکنان گفتند که بحثشان در دادگاه قرار دارد و نتیجهش را دادرس‌ها معلوم خواهند کرد. ساکنان میگن اگر ضرور آید برای حل قضیه تا به دادگاه عالی تاجیکستان میروند. جنجال و ماجراها سر تقسیم زمین در تاجیکستان کوهستانی و کمزمین تا رفت بیشتر می شود. فقط در سال 2025 در کشور قریب 13500 مورد بی‌اعتنایی به قانون زمین یا رعایت نکردن آن ثبت شده است. در این میان اکثرا مردم عادی رنج میکشند که بعد گرفتن قرار درباره نصیب آنها شدن پارچه از زمین با زحمت و پول زیاد خانه یا باغ میسازند. ولی بعد 1 یا 2 سال با دیگر شدن رئیس ناحیه همه چیز را از دست میدهند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورov.